به رسول و به گل یاسمنش باد سلام، به علی و به مه انجمنش باد سلام، به بتول و به جمال حسنش باد سلام، به جمال و به 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 جمال و به جلال حسنش باد سلام، به نسیمی که وزد از وطنش باد سلام. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بازم تبریک عرض میکنم به محضر همه شما این شب روشن‌تر از 1000 روز رو و خدمت استاد عزیزم محمدی شاهرودی که قدم به چشم من گذاشتن. آقا سلام، خیلی خیلی خوش آمدین، عید شما مبارک باشه. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. بر شما هم مبارک باشه. زنده باشه. همه دوستان عزیز بیننده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اللهم صل علی محمد و محمد. عرض سلام و ارادت دارم از دوستان عزیز و عرض تبریک و تهنیت میلاد سبت اکبر پیامبر امام مجتبی علیه السلام رو که حسن خلق و حسن روح و حسن از هر جهت حسن بود و فرمود ان احسن الحسن الخلق الحسن. بهترین خوبی ها اخلاق خوبه، حسن تمام بوده. بله. و همش در خود حضرت جمع بود. تبریک عرض می‌کنم خدمت دوستان، ان شاءالله که در دنیا زیارتش و زیارت جدش و پدرش و مادرش و در فرزندان برادرش و خود برادرش در آخرت شفاعت همشون نصیب همه دوستان باشه. الهی. خب ما بحثمون در قبل از سوال پرسیده بودین از مردم، حالا گفتین البته خودم پاسخ میدم دیگه. آره دیگه، چاره نیستی. سوالای سخت میپرسین همینه دیگه. سوال اول این بود که خب شیطان که بر ما سلطه‌ای نداره، چطور سلطه پیدا میکنه؟ پاسخ اینه که خب ما میتونیم شیطان رو بر خودمون مسلط کنیم. بس ما این کار رو در واقع میکنیم. پیامبر فرمود که در ماه رمضان شیاطین به قل و زنجیر کشیده میشن، ولی شما اونها رو باز نکنید. دعا کنید که برای شما باز نشه. آره، شما شیطان رو باز نکنید. درهای آسمان بازه، شما نبندید. پس ما شیطان رو با دست خودمون بر خودمون مسلط میکنیم. روز قیامت هم که میشه با جسارت تمام میگه که ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی. میگه که من که بر شما تسلطی نداشتم، که من فقط گفتم بیاید، شما هم دنبالم راه افتادید، گوش دادین، خواستین گوش ندید. بله، پس منو ملامت نکنید، منو سرزنش نکنید، خودتون رو سرزنش کنید. من که با داد فریاد و با اجبار شما رو نبردم، شما مجبور که نبودید، خودتون راه افتادید. بله، انسان خودش شیطان رو بر خودش مسلط میکنه. اما از چه راههایی که سوال بعدی آره این مهمه. آره من فهرستش رو عرض میکنم، حالا اگه سر فرصتی جای دیگه باز فرصتی شد، چون هر کدام از اینها بحث‌های خیلی جذاب و زیبایی داره که لازم هست بحث بشه دربارش. فهرست مواردی که شیطان از اونجا وارد میشه، شیطان از طریق اون به ما مسلط. مملکت وجود ما مثل هر مملکت دیگه رادارهایی رو خداوند براش نصب کرده. درسته. که اون فرشتگان الهی حراست میکنن که شیاطین بر وجود ما وارد نشه. منتها یه سری نقاط کور ما خودمون ایجاد میکنیم، نقاط کور راداری. درسته. که شیطان اونها رو میشناسه، از اونجا وارد میشه. الان اون نقاط کور راداری رو بگیم که از این جاهاست که شیطان وارد میشه. نقاط کور. بله. عقاید ضعیف بهترین دستمایه برای شیطانه، برای اینکه بخواد بر انسان مسلط بشه. و اگر ایمان قوی و مستقر باشه، شیطان هیچ کار نمیتونه بکنه. فکر میکنم این خیلی فراوانی هم داره بین آدم، ضعف اعتقادی. مهمه، خیلی هم مهمه. دومین راهی که شیطان بر انسان وارد میشه گناهه. گناه نقطه ضعفی است که شیطان رو بر انسان مسلط میکنه. حالا بعدا شاید ان شاءالله در این باره بیشتر صحبت کردیم. سومیش القاها و دلبستگی های شدید نسبت به دنیاست. دلبستگی دنیا. بله، اینا نقطه ضعفی است. که چهارمش رذائل اخلاقی است. هر بد اخلاقی یک جاپایی است برای شیطان که از اونجا میتونه وارد وجود انسان بشه. یکی خرافه گرایی و خرافاته. این خرافهایی که وجود داره اینا دستمایه شیطان و
از کنم دستاویزش هم دستمایشه، به اینها متمسک میشه، به این وسیله هم بر ما مسلط میشه. من 5 تا از این راه ها رو گفتم، بعدا اگر فرصتی شد توضیح خواهیم داد منظور ما چی هست. نمونه هایی که شیطان اینجا وارد شده و ایمان طرف رو به سرقت برده، اون نمونه ها رو هم ان شاء الله عرض خواهیم کرد. پس تعدادش بیشتر از این 5 تا، شما 5 تاشو فرمودید فعلا. که شیطان چطور مثلا از راه فرض کن گناه بر طرف مسلط شده، ایمانشو گرفته برده. نمونه هاشو میفرمایید؟ بله داریم نمونه های فراوان. الان 5 تا رو یه بار دیگه بگیم با هم دیگه. اولی شد ضعف اعتقادی، بله. دومی شد گناه، بله. سومی شد خرافه رو یادمه، بله. حالا سومی نبود البته. چهارمیش رذایل اخلاقی و مرز کنم که علقه ها و دلبستگی های بدانیم. خب اینا باشه توضیحاتش که توی برنامه‌های بعدی ابتدای برنامه آجا مثال میزنن، نمونه‌ها رو میفرمایند و بیشتر برامون. یه نکته دیگه، یه سوالی هم پرسیدم، فقط خیلی باز کوتاه جواب میدم رد میشیم. ما گفتیم که از نظر قرآن ایمان چند نوع هست؟ 2 نوع هست. ایمان مستقر یا یه ایمان مستعود، هر دو لفظ قرآن نیست. درست. شیطان زورش به اون ایمان مستقر نمیرسه. این ایمان عاریتی رو به سرقت میبره. ایمانش ایمان سطحی و عاریتیه، اینو به سرقت میبره، ولی اون ایمان مستقر رو زورش نمیرسه، اون باقی میمونه. ایمان مستقر چجوری کسب میشه، چجوری اتفاق میفته؟ خب باز این دیگه سوالی که من باید توضیح بدم. خیلی مفصل توضیح داره. آره تقریبا کوتاه نمیشه پاسخ. آره تقریبا بعدا ان شاء الله توضیح میدم. ان شاء الله توی برنامه‌های بعدی اینو چون سوال دیگه. آره ان شاء الله. خیلی ممنونم. یه فاصله بگیریم از دوستان، برگردیم و سوالات مردم عزیز و نازنینمون رو بپرسیم. بفرمایید. عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد، رمضان تازه از امشب رمضان خواهد شد. چرا؟ چون امشب شب ولادت حسن تمام به تعبیر استاد محمدی شاهرودی عزیز امام حسن مجتبی سلام الله علیه هست و ما امشب رو جشن گرفتیم. مردم ما شادن، به شادی آل الله علیهم صلوات الله. انشاءالله عیدی هامون آمرزشمون باشه، مغفرتمون باشه، ظهور امام زمانمون باشه، رقم بزنن توی شبای قدر پیش رو انشاءالله. خب با اجازهتون من شروع کنم سوالات شما رو بپرسم که مترصد هستین و میگین ای خدا، یعنی میشه الان سوال من آقای قوامی بپرسه؟ خب گفتن که چرا میگن بعد از اینکه میت رو دفن کردید سریع از اونجا نرید؟ نه اینکه سریع از اونجا نرید، اون که داریم 2 نکته هست. یک، یه تلقینی بعد از دفن خوبه که خوانده بشه، تلقین دوم. بله. و یک نفر اونجا بنشینه و این تلقین رو بخونه که قبلا دربارش صحبت کردیم. بله. دوم این که حضرت زهرا سلام الله علیها به امرین گفتن که وقتی ما دفن کردی مقابل صورت هم بنشین قرآن بخوان، اون زمان مرده نیاز داره که با زنده ها مانوس بشه، درست، اونس داشته باشه. حالا اگه بشینن چند دقیقه مثلا سوره ملک و بعد از سوره ها رو بخونن خیلی خوبه. اما اینکه زود نرید یا زود برید هیچ کدامشون نداره، موردی نداشت. خیلی خوب. یادم افتاد دوست عزیزم گفته بود به من این تبلت رو خیلی خب. برای کسی که در دنیا اعتقاد محکمی نداشته خواندن تلقین چه تأثیری داره؟ آیا این آدم حتی اگر با تلقین هم جواب مأمورین سوال رو بده تأثیری در عاقبتش داره؟ اگر واقعا اعتقاد نداشته که اصلا دفن و کفن نداره، به این معنی که ما میگیم مال مسلمان هاست، کاری که ما میکنیم مال کیه؟ مال مومن مسلمان. بله بله بله. حالا کافر رو که نباید نماز خوند و نباید راست میگه کفن کرده. دو، حالا اگر اعتقاداتش ضعیفه تو همون تلقین داره که یادت میاد پیش ما که بودی این باور رو داشتی، همونها رو یادآوری میکنن، نه اون چیزی قبول نداشته بخوان حالا اونجا یادش بدن. تلقین حرف جدیدی نیست که تا حالا قبول نداشته حالا اونجا بخوان درسش بدن. نه، میگن اونایی که
میدونستی رو، چون فشار مرگ، سکرات موت خیلی شده از یاد انسان میبره، شاید اسمش هم فراموش کرده باشه. این تلقین برای اینه که یادش بیاد، نه برای این چون چیزی نمیدونه رو حالا درسش بدن. پس نه، خیلیش فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون قبول نداشت، نمیدونستی که حالا بخواد یادش بیاد. همینطوره. بهش میگن که یادت میاد در بین ما که بودی خدا رو قبول داشتی، پیغمبر رو قبول داشتی، امامان رو قبول داشتی، حالا اگه تو فرشته اومدن گفتن من ربک، اینجوری بگو. این در واقع به این شکل هست. بله بله. مطلب بعد این که حالا اگه کسی مثلا فرض کنه که ایمان ضعیفی هم داشته باشه، اگر این گونه آدم‌هایی داشته باشه دور و برش که انقدر معتقد باشند و بیادش باشند، و چه بسا خدای متعال به خاطر به احترام این چیزها، تفضلا به خاطر این اطرافیانش کاری کنه که شیطان ایمانش به سرقت نبره، یا اینکه مثلا با ایمان، یا اینکه یادش بیاد و به فرشته درست جواب بده، هیچ اشکال نداره. تفضل اینجا میتونه باشه. اما اینکه جوابی که میده، جوابها خیلی فرق میکنه. بر حسب این پرسش قبر جایگاهشون در برزخ مشخص میشه. در روایت داریم که این فرشته ها که پرسش به عمل میارن، یوسع قبره مد بصره، قبرش رو به میزان بصیرتش، به میزان بینشش، به میزان باورش توسعه میدن. حالا کسی که مثلا فرض کنیم این باور رو نداشته، باورش محدود بوده، چون کسی که اینا رو ایمان نداره یعنی که اعتقادش محدوده دیگه، بله. قبرش تنگ کم میشه. هرچی که باورش وسعت بیشتری داره، ایمانش وسیع‌تر و عمیق‌تره، به همون میزان هم قبرش زیباتر و بزرگتر. یعنی این بر همین مترتبه، بر همین سوالی که اونجا ازش میپرسن. حالا تلقین کردن، اما تلقین فقط یک سطح خیلی ناچیزی رو بهش رسونده، آن چیزی رو رسونده که قبلا باور داشته. بله. این نکته دقیق عرض میکنم. تلقین اون چیزی رو یادآوریش کرده که قبلا باور داشت. حالا این باورش جزئیه، اون طرف هم به همین میزان بهره میبره. یه چیزی بپرسم، یه نکته ظریفیه به نظرم. ممکنه این اتفاق بیفته یه کسی مثلا اهل ظواهر دین هست، مثلا نمازشو میخونه، روزشو میگیره و حالا آدم ظاهرا متدینی محسوب میشه، اما دلبستگی شدیدی به مادیات داره. مثلا میخواد یه خمسی بده، یه زکاتی بده، یه انفاقی بکنه، جونش در میاد، شاید اصلا نتونه انجام بده. خیلی به مادیات بسته است. یعنی اصلا اینقدری که حسابش پره، هر کی ظاهر زندگیشو ببینه فکر می‌کنه آدم فقیری، همه رو انبار کرده. یا مثلا یه همچین آدمی رو تصور کنید. ممکنه اونجا وقتی فرشته‌های خدا ازش سوال میکنن، بهش میگن من ربک، به جای اینکه بگه الله بگه پول؟ بله. عجب. بله، اون که عرض کردم که قبل از مرگ شیطان از همین مسئله استفاده میکنه. یه آقایی مرده بود، آدم فاضل و خب فرهیخته و آدم خوبی بود. مستحبه که کسانی که در حال احتضار هستن شهادتین رو تلقینشون کنن، از همون زمانی که هنوز نمرده شهادتین رو بگن، یاسین و صافات رو بخونن پیشش، تا بعد از مرگ هم تو ادامه داره که تو قبر هم باز تلقینش میکنن. بهش میگفتن که بگو لا اله الا الله، گفت نشکن نمیگم. اینا هم آدمی فاضلی بودن، آدمی علما بودن اطرافیانش. هرچی اصرار کردن بگو لا اله الا الله، همین حرف بی معنا رو میگفت نشکن. خود این آدم چه جور آدمی بود فرمودین؟ آدم خوبی بود. آدم خوبی بود. آدم فاضلی بود. عجب. آره. بهش گفتم بگو لا اله الا الله، میگفت نشکن نمیگم. آره. اینا ناراحت شدن، اینکه آدم خوبی بوده حالا چرا داره بی ایمان از دنیا میره؟ چیکار میکردی که ما خبر نداشتیم که حالا داره با ایمان بی ایمان از دنیا میره؟ اتفاقا طرف نمرد، برگشت، از اون آخرین لحظات احتضار برگشت. رفتم پیشش، گفتم مرد حسابی این چه حالی بود که داشتی؟ استخونش می‌خواستم بهش خونن، میگفته نشکن نمیگم. حالا میگم برای چی میگه. گفتن چه حالی بود داشتی که موقعی که داشتی میمردی داشتی رفته بودی دیگه، بعد ما تلقین میکردیم شهادتین روی حرف بی معنا میگفتی. گفت که اون ساعت جیبی منو بیارید. اون ساعت جیبی تازه در اومده بود و خیلی هم چیز داشت. این ساعت رو زد شکست لهش کرد. گفتن فشار مرگ عقلش رو ظاهر کرده، کارو غیر عاقلانه میکنه. گفت نه خیلی هم عاقلم، من به این ساعت دل بسته بودم.
حالا شما برنامه پول نه یه ساعت گفت من به این ساعت دلبسته بودم. وقتی ما بگو لا اله الا الله نمیتونست بگه. با همه وجود دوست داشتم بگم لا اله الا الله، با همه توان دوست داشتم این جمله لا اله الا الله رو بگم، ولی یه نفر با مشخصات همون شیطان بالا سرم ایستاده بود، این ساعت دستش گرفته بود و اگه بگی لا اله الا الله من این ساعت میشکنمش. بله وای نشکن نمیگم. بله این دلبسته. چقدر ما این ساعت ها تو زندگیامون امکان وجودش هست دیگه. بله اینا رو باید بشکنیم همینجا. بله اینا رو باید اینجا باید بشکنیمش که اونجا اگه خواستن بشکنن راحت بگیم آقا بشکن. بله بله بشکن من بگم لا اله الا الله. معیار اینه که اگر امن دایر باشه بین خدا و اون علقه، اون دلبستگی. حالا ما مالم فقط نیست، همسر هست، بچه هست، پست و مقام، خیلی چیزا هست، همه اونها علقه دیگه، یکیش ماله، فقط ثروت هم نیست. معیار اینه که اگر امن دایر باشه بین خدا و اون مورد علاقه، انسان کدام انتخاب میکنه؟ این خدا رو انتخاب میکنه، شیطان نمیتونه کاری کنه. میگه من لا اله الا الله رو ترجیح میدم بر ساعت بشکن، ساعت رو بشکن، من میگم لا اله الا الله. آره. اما اگه نه اون ساعت بر خدا ترجیح بده، شیطان دیگه به نتیجه رسیده و از همین راه گفتم که یکی از راههای ورود شیطان به مملکت وجود ما علقه هاست. آره. این هم یکی از اون دلبستگی ها و اینا. بله. حالا یه چیزی من بگم، این شاید یه ذره مزاح هم توش باشه ولی حرف به نظرم درستی دیگه. خدا کنه اون موقعی که از ما میپرسن به جای نشکن بشکن باشه. جدا میگم لحظات بشکن باشه، از دو جهت، هم از جهت شادی هم از جهت اینکه آقا بشکن، دلبستگی نداشتم به چیزی وصل نبودم تو دنیا. که برای اینکه دوستان بیننده ما وقت ناامید نشن، قصه نخورن، اون مورد دیگه که من گفتم و یادتون نره، حضور اهل بیت رو یادتون نره. جایی که اهل بیت باشن شیطان غلط میکنه، بخواد اونجا پرسه بزنه. ای والله. اون نورانیت اهل بیت فرسنگ‌ها شیطان رو فراری میده. پس شما که محب اهل بیت هستید و شما که اهل بیت رو دارید، عیبی نداره انسان کاری کنه که شیطان بر وجودش مسلط نشه، اما اینا باعث دلسردی و ناراحتی و غصه و ناامیدی نشه. این نویده برای اوناییه که هزینه میکنن میرن زیارت امام حسین، هزینه میکنن برای هیئت، هزینه میکنن، یعنی اون براشون ثروتشون اونه. بله. محبتشون به اهل بیت، همون حضور اهل بیت علیهم السلام که اونجا عرض کردیم، اونا میان به دادشون میرسن. با حضور اهل بیت دیگه شیطان کاری نیست. الحمدلله رب العالمین. یعنی مثلا ما الان امشب برای امام حسین جان جشن گرفتیم، خوشحالیم از تولدشون، اینکه حضرت علی حضرت زهرا اولین فرزندشون رو خدا بهشون عطا کرده، پیامبر نوه‌دار شدن، به شادیشون ما خوشحالیم، اینا خوبه اونجا. بله. آره. و اون حضور اهل بیت که ما تو همین برنامه توضیح دادیم، بله گفتیم حضور اهل بیت. بله. حضور اهل بیت مهمه. بله. اونجا وقتی انسان همون که گفت که کاش روزی 1000 بار میمردم که تو رو میدیدم. آره. واقعیت داریم مطلب. آره. خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. خدا انشاءالله محبت به نسبت به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو در دلهای ما هرچه بیشتر کنه، روشن‌تر کنه، شعله‌ورتر کنه که دستگیری میکنه از اون جاهایی که خیلی بهش نیاز داریم. اجازه میدیم بریم محضر نورانی قرآن کریم. 2 یادگار قربونشون برم، پیامبر مهربونمون که رحمتاً للعالمین برای ما گذاشتن که دستگیری میکنن. همین شبای قدر پیش رو با همین 2 یادگار ما در واقع یه ریسمانی درست میکنیم از قرآن و در واقع 14 معصوم و میریم بالا و همینا انشاءالله دستگیری میکنن. حالا بریم محضر یکی دیگرشون که قرآن کریم باشه با افتخار. بسم الله، بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیات ابتدایی سوره مبارکه انسان رو با هم دیگه سعادت پیدا کردیم، خدا لطف کرد تونستیم با هم دیگه تلاوت بکنیم و زمزمه بکنیم. یادم افتاد امام حسن جانمون مولود امشب شروع میکردن قرآن خوندن، مردم میادن صف میکشیدن پشت در که بشنون صدای صوتشون رو، دم در میشستن، میومدن میستادن نگاهشون کنن، از بس زیبارو بودن و تعبیر آقا حسن تمام، واقعا همه چی تمام بودن. و گفت چه خوش از صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. انشاءالله رخسار دلارای یوسف زهرا مهدی موعود
ارواحنا له الفدا رو ما سعادت پیدا بکنیم، زیارت بکنیم. آقا توضیحات آیات و اینا باشه. این آیات بخواد توضیح داده بشه مثنوی 70 من کاغذ شود. الله اکبر. آره، چون وصف اهل بیت فقط انسان میتونه اظهار عجز کنه که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. ولی خب اینجا فضل اهل بیت علیهم السلام که اینها و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، با اینکه گرسنه هستن غذا رو دوست دارن، چون انسان گرسنه دیگه، ولی برای خدا، برای محبت خدا اینها رو انفاق میکنن، اطعام میکنن. امام حسن چند بار کل زندگیشون رو انفاق کردن، غیر از اینکه سفرهشون همیشه پهن بوده، چند بار کلش رو، چند بار نیمیش رو. در روایت اینجوری داریم که 3 بار اموالش با خدا نصف کرد، حتی نعل به نعل، حتی یه جفت کفش هم بود یه جفت اون طرف این طرف. آره. در این اعیان شیعه داره که 2 بار هم مال الله رو از مال خودش خارج کرد. ولی خب اون 3 بار که با خدا نصف کرد رو داریم. اموالش با خدا نصف کرد. اون سفرهشون هم همیشه پهن بود دیگه. دوست و دشمن میومدن. خب این سوره حلتا لطایف زیادی داره. تعریف هایی که از اهل بیت شده، یکی از لطایفش اینه که با اینکه اینجا قرآن بنا داشته که اون نعمت هایی که برای ابرار، برای نیکان، برای خوبان هست رو بیان کنه، اما از همسران بهش هیچ خبری، هیچ حرفی نزده. با وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها در بین این 5 تن که جایی برای تعریف حوریه و غیر حوریه نیست. دیگه هیچی نگفته. جانم. فقط بقیه نعمت ها که بله خیلی زیبا بود، خیلی آیات عالی انتخاب کردم. زنده باشین. کام دلمون حسابی شیرین شد به برکت آیات نورانی قرآن کریم و ذکر اهل بیت، ذکر امام حسن جان، انشاءالله که مستدام باشه تا آخر زندگیمون، تا لحظات احتضارمون، تا دیگه یاد گرفتیم حتی توی برزخ که ارمی الانم تو برزخیم و بعدش هم بعد از زندگی مادی و دنیاییمون مستمر باشه برام. خب عرضم به حضور شما که گفتن که شما فرمودین روح بعد زمان و مکان نداره، پس چه ضرورتی داره که ما سر قبر اموات بریم؟ مثلا شب جمعه ها میریم سر قبرشون، نمیشه همین جایی که هستیم باشون حرف بزنیم یا خیراتی داریم؟ چرا؟ میشه که شما از هر جای خیرات رو بدید بهش میرسه. اما اون آخرین اثری که در دنیا ما از اون عزیز داریم کجاست؟ همون جایی که دفنش کردیم. یک آخرین یادگاری که از اون داریم بدنش بود اونجا دفن. بله. آخرین یادگاری اونجاست. راست میگی. و 2 روح به این بدن توجه داره. چون این لباسی بوده که مدتی پوشیده، مثلا اون روزهای اول، شاید هفته‌های اول بیشتر. مرکبی بوده که مرکب روح بوده دیگه، باش نماز خونده، سالها به او وفا کرده، او باش عبادت کرده، باش نماز خوند، اینا رو میدونه، توجه داره. اشراق و توجه رو انسان به این نقطه و به این محل دفنش بیشتر از جاهای دیگه هست. درست. خودش جا نداره، خورشید تو زمین جایی نداره، اما به یه جا بیشتر میتابه از جای دیگه. درسته. روح به اینجا بیشتر میتابه و به همین دلیل اگر روح بزرگ باشه، سعی وجودی داشته باشه، این بدن تا آخرم تو حیات داره، بدن نمیپوسه، از بین نمیره. اون توجه روحه که اینو سالم نگه میداره. داشتیم دیگه پیکرهایی رو که بعد از صدها سال سالم بله زنده کاملا، مثلا حر ابن یزید یا اون بعضی از علما، بعضی از شهدامون، بله اونها چرا سالم میمونن؟ چون روح به اینها حیات میده، چون روح منشأ حیات روح دیگه. توجه مختصر اون روح به این بدن باعث میشه که این همون توجه مختصر باعث میشه این تر و تازه بمونه. پس به اینجا توجه داره. ما هم میریم جایی که روح بیشتر توجه داره و خوشحال میشه که ما بهش احترام کردیم، خوشحال میشه که ما جایی رفتیم که او توجه بیشتر داره و بهتر اونجا متمرکز میشه. والله بله هر جایی که شما خیرات بدید خیرات بهش میرسه. همه جا برزخه و برزخ همه جا هست. بله. عرضم حضور شما که گفتن
اینم بی ربط نیست با این توضیحات که دادین. حاج آقا فرمودن که روح به بدن داخل یا از اون خارج نمیشه و رابطه روح با بدن مثل رابطه خورشید با زمینه. پس قبض روح یعنی چی؟ گفتیم که وقتی انسان میمیره چه اتفاق میفته؟ یک مانع میاد این دوتا رو از هم قطع میکنه. درست. رابطه قطع میشه. قبض روح یعنی قطع رابطه بین بدن و اون روح که به این بدن تعلق داشت، به این بدن حیات بخشیده بود، با این بدن نماز میخوند، روزه میگرفت، با این بدن نگاه میکرد، با این بدن حرف میزد، همین بود دیگه. با مرگ این ارتباطات قطع میشه و چون حقیقت انسان همون نفسشه، قرآن هم اون رو به عنوان توفی ازش یاد میکنه. وقتی این ارتباطی قطع میشه فقط روح گرفته میشه دیگه، بدن اینجا هست. اونو میگه توفی که دو تا نکته توش هست. یک، همه انسان و اصل و اساس انسان نفس انسان هست، نه این بدن. و دو، اون نفس ماندگاره، اون نفس از بین نمیره. و تو قرآن هم داریم که قل گفتن که ما وقتی که مردیم و نابود شدیم، محو شدیم، دوباره باز زنده میشیم. میگن نه، قل یتوفاکم ملک الموت. نه، نابود نمیشید، تمام و کمال ملک الموت شما رو دریافت میکنه و نگه میداره و شما باقی خواهید بود. بنابراین همون کاملا درست فرمودن. رابطه هم این نظر بنده بود ها، نظرهای دیگه هم بود که ما دیگه اون نظرها رو مطرح نکردیم. اون چی ما گفتیم پاسخش اینه که بله، با مرگ این رابطه قطع میشه. این نور خورشید که به این بدن میتابید دیگه کامل نمیتابه. عرض کردم که همون مختصر توجهی که داره باعث سلامت این بدن میشه، ولی ارتباطی قبلا بود قطع میشه. بله، خیلی ممنونم استاد. پرسیدن که در یک برنامه گفته شد همه چیز در آن جهان خودمان هستیم، خودمان سوال میکنیم، خودمان جواب میدهیم، خودمان شرمنده اعمالمان میشویم و خودمان از اعمال خوبمان خوشحال میشویم. شما این را تایید میکنید؟ به این شکل که نه، چون به هر حال نکیر و منکری هست، رمانی هست، نمیدونم خدایی هست، بله دیگه، عالم دیگری هست که این ما، یعنی ما خودمون، ذات ما که بهشت نیست. به اینجا بهشت خود انسانه، نه انسان در بهشته. شاید منظورش این بوده، چیزی هست مثلا روایتی که ما اینجا خودمون با اعمال رفتارمون بهشتمون رو داریم میسازیم. این درسته، منظورش شاید این درسته. اما اینکه بگیم که اون طرف فقط خود ما هستیم، هیچی دیگه نیست، نه هست. قبری هست، فشار قبری هست، پرسش قبری هست، قصه نیست اینا. آره، اینا حقیقت داره، عینیت داره، محکمه هست. این همه آیاتی که این 1100 آیه که گفتیم درباره همین موضوعاته. بله. به اون صورت نه، ولی اینکه انسان خودش اون حقیقت خودش اون طرف میبینه، درسته. یعنی اون طرف اتفاق میفته اینه که انسان خودش رو اونجا کاملا مشاهده میکنه. اینجا کمتر این اتفاق میفته. اینجا هم میشه انسان کم و بیش خودشو ببینه، اما کم اتفاق میفته. اونجا نه، اونجا خودشو میبینه و اونجا متوجه میشه که هر چی که هست از خودش سرچشمه گرفته، خودش ساخته. درست. اون اعمالی که ساخته رو اونجا مشاهده میکنه. الیوم عملون ولا حساب، غدا حساب ولا عمل. اینا رو اونجا مشاهده میکنه. اما که بگیم فقط خودشه، نه، این به این شکلیه، با اون عبارت نه. درست. خب خیلی ممنونم. گفتن آیا جناب عزرائیل علیه السلام واقعا برای تک تک افرادی که میمیرند قابل مشاهده است و همه او را به یک شکل میبینند؟ اگه منظور از مشاهده حسیه با این حواس پنجگانه، نه، چون قابل مشاهده نیست. مشاهده با این حواس نیست. اگه منظور اینه که با اون چشم برزخی میبینه، بله. منتها بعداً عرض خواهیم کرد که حالا اگر فرصتی بشه که عزرائیل تنها نیست. تو قرآن هم ببینید که این مرگ رو گاهی به خدا نسبت میده، الله یتوفی الانفس حین موتها، گاهی به عزرائیل قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بهم، گاهی به فرشتگان ان الذین تتوفاهم الملائکه، گاهی به رسول یتوفاهم رسولنا و هم لا یفرطون. این آیاتی که در قرآن هست که از مجموعش انسان متوجه میشه که گیرندگان جان فقط عزرائیل نیست،
بله فرشتگانی هستن که تحت امر اسرائیلن. اونایی که مقام والایی دارن مثلا پیامبر، مثل شهدای کربلا، خدا متولی قبض روحشون میشه، خدا جانشون میگیره. بزرگانی مثل انبیا و اولیا و اینها اسرائیل خود شخصا قبض روح میکنه. انسان‌های معمولی بقیه فرشتگان که تحت امر اسرائیلن، منتها باز اون هم هرچی که اون طرف مقامش بالاتر باشه، اون فرشته‌ای که میخواد قبض روح کنه مقامش بالاتر و وجود بزرگتری خواهد داشت. پس عموم مردم که میخوان قبض روح بشن، فرشته وحی اونجا نیست موقع قبض روح. اوان انصارش، اما که میگیم اونجا نیست، این درست نیست، چون اون اسرائیل که ملک مقرب خداست، سعه وجودی داره. همه جا هست. همه جا هست. مأمور قبض روح یکی دیگه هست، اوان انصارش هستن. زمینی که عرض کردم کل دنیای ما نزد اسرائیل به اندازه مثل یه سکه تو دست ماست که به هر شکلی بخوایم این سکه رو زیر رو میکنیم. مثل از ظرف غذا که شما هر جایش بخواید دست میزنی. بله. کل دنیا برای اسرائیل اینجوری است. خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز، کام دلمون شیرین شد با فرمایشات شما. خدا بهتون خیر بده به حق امام مجتبی. عواملی نداریم. مخلص شما هستیم، زنده باشید. چون صحبت از مرگ و زندگی بود و حالا شب ولادت امام مجتبی هم هست، من یه تک بیت افتادم، اینو بخونم ضمن تبریک مجدد، بعد با شما خداحافظی بکنم. فرمودن که ما از لب مسیح شنیدیم این سخن، 100 مرده زنده می شود از ذکر یا حسن. یا حسن. التماس دعا.